جواب صحیح رو بهمون بگید. ببینیم برنده سوالمون چه کسی خواهد بود. 800,000 تومان جایزه رو کی میبره؟ چند شکل قلب توی تصویر وجود داره؟ برنده سوالمون چه کسی؟ 2088 216 22 77 56 26 و 2374 962 32 540 دو تا شماره کاملا جدید نیست که اونا شماره قبلی خسته شدن. بس که شما لطف داشتین تماس گرفتین، اونا دیگه کلا بازنشست شدن، گذاشتیمشون یه مدت کنار استراحت کنن، دوباره برگردن به میدون. 800,000 تومان واسه کسی که دقتش بیشتره، واسه کسی که توجه کرده، واسه کسی که از اشتباه دیگه درس گرفته، اشتباه بقیه رو تکرار نکرده. دوستایی که شما جوابایی رو به من گفتیم و غلط بود، شما بهتر از هر کسی میتونید بشمارید این قلبا رو و جواب صحیح رو بهم بگید. چرا؟ چون که الان میدین آقا زنگ زدین گفتیم مثلا فلان عدد، دیدین غلطه، گفتین آها پس اینو نباید حساب کنم، اینا رو باید حساب میکردم، اینو چرا حساب نکردم، اینجوری شده، وای اینو چرا من قلب نمیدیدم، چرا فکر میگم این دایره است. جواب ما صفر که نمیتونه باشه، چون واقعا داریم میبینیم که قلبا زیاده و کمکی که میتونم بهتون کنم نمیخوره. سلام جانم، جوابو میشنوم. سلام جناب. سلامت باشین جانم، جناب جوابو میشنوم. نمیدونم قطار تراکتور چیه؟ همین گفتی چه جواب صحیح بگیری بعد تماس بگیری. ها؟ چی شده؟ جناب جوابتون رو میشنوم. چی؟ کی؟ چطور شده دقیقا الان؟ کی کیو کشته؟ چی شده بود؟ جواب صحیح قاعدتا ما جواب صحیح رو بگیم. ببخشید ولی کاملا نفهمیدم چی گفتین. اتاق فرمان فکر کنم نمیدونم قطع شدین خودتون. اتاق فرمان فکر نمی‌کنم قطع کنین چون خودتون باید سیستمش قطع شده باشه. جواب صحیح رو پیدا کنین، قاعدتا باید بگردین بشمارین، دقت کنین تعداد قلبا رو بشمارید و جواب صحیح که به دست آوردین اون وقت جواب ما بگید. همیشه همینطور بوده، همیشه تو شبکه وین تا کسی جواب صحیح پیدا نکنه نباید تماس بگیرین، بعد وایسین تا مطمئن شین از جوابتون، بعد تماس بگیرین و جواب بهمون بگین به اینکه تعداد قلبا چند تا دونه است. جواب صحیح سوالمون چه خواهد شد؟ برندمون چه کسیه جواب صحیح رو بگه؟ 1,000,000 تومان جایزه واسه کسی که جواب صحیح رو بگه. میتونید 1,000,000 تومان جایزه ببرید با این سواله، با این قلبا، این قلبای خوشگل رو بشمارید. خوب حالا قلب آدم دلش میاد بشماره، شکلای خوشگل رو بشمارید، قلب کامل بشمارید و جواب صحیح رو به من بگید. تعداد قلب ها که تو این تصویران چند تا دونه؟ 1,000,000 تومان واسه کسی که جواب صحیح رو میگه. جواب صحیح چیست؟ جایزش از 660,000 تومان شد 1,000,000 تومان. 440,000 تومان بهش اضافه شد؟ نه، 340,000. جواب صحیحمون چیست؟ 1,000,000 تومان جایزه واسه کسی که جواب صحیح بگه. عجله کن جوابو پیدا کن، بهم بگو جواب صحیح سوالمون چیه. چند شکل قلب توی این تصویر میبینین که هنوز کسی ندیده. اگه منتظر بودین که جایزه زیاد شه بعد شروع کنیم به شمردن، بعد انرژی بذاریم، پس الان وقتشه شروع کنیم به شمردن قلبا چون فرصتی باقی نمونده. اینجا ببین من میدونم این اتاق فرمانمون چه جوری که جایزه رو زیاد میکنه، بعد میرسه به اینجا، بعد میبینیم برنده نداره، تصمیم میگیره خب چیکار کنیم، برنده نداریم، حوصله‌مون سر رفت، سوال میره یه سوال دیگه میاد. اتاق فرمان داریم بی‌طاقت، بچه 5 ساله این بی‌طاقت‌تر، منم دلم برنده میخواد. ببینیم جواب صحیح در نهایت چه کسی به ما خواهد گفت. چند تا قلب توی تصویر وجود داره؟ جواب صحیح سوالمون چیه؟ تعداد قلب‌های داخل تصویر چند است؟ برنده سوال چه کسیه این جواب صحیح رو بگه؟ چند عدد قلب توی تصویر وجود داره؟ جواب صحیحمون چی میشه؟
1,000,000 تومان جایزه واسه کسی که جواب صحیح رو بگه. کجاست؟ یکی به ما بگه توی این پاکت چه عددی؟ نه یه دونه قلب اضافه تر، نه یه دونه کمتر، دقیقا همون تعداد قلب. با مثلا 2 تا سیب رو میزه میشه بگی 6 تا رو میزه، 3 تا رو میزه، یه دونه یا هیچی نیست؟ نه دیگه، تعداد قلب ها اینجا ریخته شده گذاشته شده، شما باید تعداد قلب ها رو بشمارید. بازی نیست که ما جدید آورده باشیمش نشناخته باشیم اینو. بازی که قبلا باش بازی کردیم، حالا به عنوان قلب، به عنوان دایره، حالا مثلث سخت‌تر رو احساس می‌کنم. نه نمیدونم، ولی به نظر من مثلث سخت‌تر. تعداد قلب، تعداد دایره ها رو بشماریم. یادتون هست اگه بیننده ما بودین از قبلها، از حداقل 3 ماه پیش این بازی رو خیلی بازی می‌کردیم. بعد یه مدتی بازی‌های جدید، طراح سوالمون یه خورده مغز جدید شد، بازی‌های جدیدی آورد یا مثلا بازیش کلا متفاوت کرد، اما باز برگشتیم به همین بازی‌ها. می‌خوایم ببینیم برندش کجاست. آیا یادتون هست طرز پیدا کردن قلب یادتون هست؟ هنوز یادتون این بازی رو؟ نگیم که این چون رفته دیگه یادمون رفته. بازی جدیدی نیست باش آشنا نباشین، واسه همینه که اتاق فرما هیچ کمک خاصی نمیکنه. اگه جدید بود مطمئنا کمک میکرد که بتونید جواب صحیح رو پیدا کنید. 1,000,000 تومان جایزه واسه شمارش، واسه اینکه بشمارین جواب صحیح رو پیدا کنید. ببینین جواب چیه. تعداد قلب‌های داخل تصویر چند دونه است؟ برنده سوالمون. سلام جانم، جوابو میشنوم. سلام، خسته نباشید. 63 63 نه متاسفانه. نه اتاق فرمان نیست. اتاق فرمان من بعد کلا اینجا کلمو اینجوری کنم دستم برم بالا. نه نو نیست، برو. من اینجا اصلا ناراحت میشم چون که دیدین وقتی که جوابو میگین غلطه یه حالت صدای بیننده که زنگ میزنه عوض میشه، یه حالت ناراحت کننده. من اصلا دلم نمیخواد اینجوری صدای ناراحت کننده‌تون بشنوم که خیلی خودم ناراحت میشم سر این موضوع. واسه همینه هر صدای زنگی بیاد مثلا خودکاره رو برنمیدم، منتظرم جواب صحیح رو بگید. جواب که غلط میشه یادداشتش میکنم. 63 هم جواب صحیح سوالمون نبود. 1,000,000 تومان جایزه واسه کسی که جواب بگید. تعداد قلب‌های داخل تصویر یه رقمی هم نیست، یعنی 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سو. خوبه. حالا بگین جواب پیدا کنیم، به من بگین جواب چیه. چون خیلی از دوستان زنگ می‌زدن میگفتن 2 تا قلب، به خاطر شاید اون 2 تا قلبیه که دورشون حالا حالت سفید نداره، ولی خب چه ربطی داره، شکل قلبن دیگه. جواب صحیحمون چی هست؟ تعداد قلب‌های داخل تصویر چند؟ چرا امروز خسته کننده شده؟ نمیدونم. جواب صحیحمون چیست؟ کی میگه صبح زود از خواب بیدار شی کل روز سر حالی؟ من امروز صبح زود بیدار شدم، الان خیلی خوابم میاد. تعداد قلب‌های داخل تصویر چند تاتون هست؟ 1,000,000 تومان جایزه واسه کسی که جواب صحیح رو بهمون بگه. چند شکل قلب تو این تصویر هست که هنوز کسی جواب صحیح سوال بهمون نگفته. برندم چه کسی است؟ من خیلی دیگه دارم کلمه رو میچسبونم به هم، یه خدای نکرده خسته نشم، فاصله هم نمیزم. باز دوباره حساسیت من داره به سوال عود میکنه. سوال بیشتر از یه تایمی میمونه اصلا آلرژی میگیرم بهش. جواب صحیح رو بهم بگین. تعداد قلب ها دوستان نمیگم نیستینا، هستین، تماس میگیرین میشمارین، منتها اینکه دقت نمیکنین، اون دقتی که باید داشته باشین رو ندارین. تعداد قلب ها چند تا دونه است؟ چند شکل قلب توی این تصویر وجود داره که هنوز کسی جواب صحیح رو بهمون نگفته. برنده سوالمون کجاست؟ چقدر من اینجا رو به هم ریختم، خدا. بچه 2 ساله رو می‌ذاشتن اینجا، من اینجا به هم نمی‌ریختم، مرتب شد. جواب صحیحمون چیه؟ اگه فکر میکنین جواب صحیح رو داریم، با یکی از شماره‌های 2088 216 22 77 56 25 و یا 2374 962 32 540 تماس بگیریم و جواب صحیح رو بگیم و من دارم اینجا یخ میزنم. چه فایده اتاق فرما رو نمیفهمم چی.
منجمد شدم اینجا. کولر رو بالا سرم روشن کردم و به خدا هنوز تابستون نشده. تعداد قلب‌های داخل تصویر چند تا دونه است؟ برنده سوالمون کجاست؟ چند عدد قلب توی تصویر وجود داره؟ بگردین جواب پیدا کنیم بهم بگین که بریم سراغ سوالای دیگه‌مون ببینیم سوالای دیگه‌مون چه خواهند بود. برنده سوالمون چه کسیه؟ تعداد قلب‌های داخل تصویر چند تا است؟ چند عدد قلب توی تصویر وجود داره؟ 1,000,000 تومان جایزه واسه اونی که جواب صحیح رو بهمون بگه. جواب صحیح سوالمون چیه؟ تعداد قلب‌های داخل تصویر و جایزه 1,000,000 تومان دیگه. بیننده برنده جاتو خالی میذارم اینجا که سریعتر پیدا کنم. اولین بار فکر کنم برنده با خانم شروع، اولین بار که نه، در واقع برنده همون وقتی با خانم شروع میشه تعدادشون به اندازه انگشتای دست و این فکر میکنم که چیز خوبیه. امروز اولین برنده همون خانم بود. انشالله همینجوری خانم ها امروز تا آخرین لحظه ای که هستیم و مسابقه داریم جوابا رو بگن و کل پولای تهیه کننده رو درو کنن. تعداد قلب های داخل تصویر چند تا دونه است؟ جواب صحیح سوالمون چیست؟ چند عدد قلب توی تصویر وجود داره؟ برندمون چه کسی است؟ عجله کن جواب صحیح رو پیدا کن. میخوایم بریم سراغ سوال دیگه ببینیم که چه خبره. چند شکل قلب در تصویر وجود داره؟ برندمون چه کسی است؟ جواب صحیح سوالمون چیه؟ تعداد قلب‌های داخل تصویر چند است؟ منتظر جواب صحیحتون هستم. جواب صحیح سوالمون چیه؟ تعداد قلب‌ها و 1,000,000 تومان جایزه. برنده پیدا شد من چی کسل میشم. جواب صحیح سوالمون رو کی قراره بگه؟ عجله کنین پیدا کنین تعداد قلبا رو. زنگ بزنین و بگین. سلام جانم جواب رو میشنوم. الو سلام. سلام خسته نباشید. سلامت باشین جناب جواب رو میشنوم. سال نو مبارک. سال نو شما مبارک جناب بفرمایید. چیز 18 تا میشه این آماره قلباتون؟ چند تا؟ 18 تا. نه متاسفانه 18 تا هم نبود جناب. بیشتر دقت کنین. به خدا من تمام تلاش هم میکنم تا اونجایی بتونم بهتون کمک کنم. این اتاق فرمانم چون اینو میدونه مخصوصا به من یکی اصلا جواب صحیح نه، اصلا بهش اشاره نمیکنه، اصلا طرف جواب صحیح نمیره متاسفانه. بعد آخه جالبه که تو اتاق فرمان ما 2 تا مانیتور وجود داره. روی یکیش هست که جوابه، روی یکی هست که حالا بقیه بند و بساط هست و اونو وقتی من میرم خاموشش میکنه. اصلا نمیتونم کمک، اصلا نمیتونم جوابو بدونم کمک نکنم، نمیشه. جناب شما هم بیشتر دقت کن جواب صحیح رو پیدا میکنین ایشالله و این جایزه رو خواهید برد. 1,000,000 تومان جایزه رو خواهید. قصه نخواهید. میدونم مثلا یه حس عجیبی به من میگه برنده الان پیداش میشه. حس دیگه میگه صحبت میکنه ما داره میگه برنده الان پیداش میشه. امیدوارم که واقعا همینطور باشه، برنده هم پیدا شه و جواب صحیح رو بگه. تعداد قلب های داخل تصویر چند تا دونه است؟ برنده سوالمون چه کسی است؟ جواب صحیحمون چی میشه؟ 1,000,000 تومان جایزه کی قراره؟ چند شکل قلب توی تصویر وجود داره؟ برندمون کی میشه؟ 1,000,000 تومان جایزه واسه کسی که جواب صحیح سوال رو بهمون. جواب صحیح چیست؟ تعداد قلب های داخل تصویر چند تا دونه است؟ عجله کنین جواب صحیح رو پیدا کنین بهمون بگین. میخوایم بریم سراغ سوالای دیگه ببینیم سوالای دیگه همون چی هست. جواب صحیحمون چیست؟
و این صحبت ها ببینیم برنده دوممون قراره چقدر ببره، چون جایزه که ماشاءالله میتونه بیشتر میشه. از 660,000 تومان شد 1,000,000 تومان. 1,000,000 تومان جایزه واسه یه کار راحت، یه شمردن ساده. تعداد قلبا رو بشماریم، ولی اگه مطمئن نیستین حداقل تلاشتون رو کنین. مطمئن نیستین تماس نگیرید، بذارین بقیه از شانسشون استفاده کنن. ولی شما تو خونه تلاش خودتون رو بکنین که بعداً که جواب صحیح گفته شد و ایشالله برنده سریع‌تر پیدا شد، خدمتتون عرض کنم شما بدونین کجا اشتباه کردین، چون ما این بازی رو تکرار میکنیم، حالا نه با همین تعداد قلب، صورت سوال همین عددش عوض میشه. پس دقت کنین که دستتون بیاد که چجوریه. جواب صحیح سوالمون چیست؟ تعداد قلب‌های داخل تصویر چند بدونم؟ برندمون چه کسیه؟ جواب صحیح رو بگه. چند شکل قلب در تصویر وجود داره؟ تعداد قلب‌ها چند تا؟ برندمون چه کسی؟ برنده سوالمون کجایی؟ جواب صحیح رو بهمون بگید که بریم سراغ سوالای بعدی. 1,000,000 تومان جایزه واسه کسی که جواب صحیح رو بگه. تعداد قلب‌ها چند تا؟ برنده سوالمون عجله کن جواب صحیح رو بگو، بریم ببینیم که دیگه چه خواهیم داشت. تعداد قلب‌های داخل تصویر چند بدونم؟ جواب صحیحمون چیه؟ برندمون چه کسیست؟ برنده سوالمون کجاست؟ 1,000,000 تومان جایزه رو ببره. جواب صحیحمون چیه؟ تعداد قلب‌ها چنده؟ چند شکل قلب توی تصویر وجود داره؟ تلاش کنید پیدا میشه. چرا پیدا نشه؟ یه کوچولو دقت کنین، یه خورده حواستون رو بدین اینجا، دل به کار بدین. تمومه، پیدا میشه و خلاص میشه. شهر سوال رو میریم ببینیم که امروز چه سوالای دیگه خواهیم داشت. تعداد قلب‌های داخل تصویر رو با شماره‌های 288 22 77 56 25 و 20374 962 32 540 تماس بگیرین و بهمون بگین. البته اگه مطمئن بودین، اگه جواب تکراری قرار نیست بگین. خوشبختانه تا الان جواب تکراری به من داده نشده. امیدوارم که همینجوری پیش بره و جوابای جدید بگین. این دوستایی که تماس میگیرن جواب تکراری میگن، شاید شانس دوباره باشه واسه شمایی که شاید جوابتون با جواب مثلا کسی که الان زنگ زده جواب گفت یکی می بود، یه بار دیگه نگاه میکنید چی شده. اگه چند نفرین میگم بگردین چند نفری جواب صحیح رو پیدا کنید و خدمتتون عرض کنم که بعد با هم چک کنید ببینید که مثلا اگه جوابتون یکی بود که مطمئن باشین جواب صحیح همونه. ولی اگه متفاوت بود مثلا تو چی حساب کردی؟ من اینو حساب کردم، تو چرا این حساب؟ این از قلب نیست، اینجوریه. مثلا تعداد قلب‌های داخل تصویر چند تاست؟ چند شکل قلب توی تصویر وجود داره؟ کافیه نگاه کنید، بشمارید، خلاص. جواب صحیح سوالمون چیست؟ تعداد قلب‌ها چند تا است؟ برنده سوالمون چه کسیه؟ جواب صحیحمون چی میشه؟ 1,000,000 تومان جایزه رو چه کسی قراره ببره؟ چه کسی قراره 1,000,000 تومان جایزه رو ببره؟ جواب چیه؟ برندمون چه کسیه؟ تعداد قلب‌های داخل تصویر چند؟ منتظرم جواب صحیح رو بشنوم ازت. جواب صحیح سوالمون چیه؟ چند شکل قلب در تصویر وجود داره؟ تعداد قلب ها چند تا دونه است؟ دقت کنیم بشماریم و به جواب صحیح برسیم. سلام. سلام. سلام عزیزم، جوابو میشنوم. جواب سوال میشه 28.
نه متاسفانه عزیزم، نه متاسفانه. 28 جواب سعید نبود. صداشون زودتر از زنگ رسید داخل استودیو شوکه. ببین آهنگه اینجوری نبود، صدا آدمیزاد ازش نمیومد. سلام جانم، جوابو میشنوم. الو سلام، خسته نباشید. سلامت باشین جانم. 17 داره جواب. 18 نه متاسفانه. 17 نه 17 18 واسه خودم عدد میسوزونم. 16 15. جواب صحیحمون چیست؟ تعداد تو رو خدا دقت کن، من وسط حرفام دارم واسه عدد میسوزونم، بعد دوباره زنگ میزنی نمونو دارم میگم الان دیگه تابلوی الان بگم. بذار یه دقیقه دیگه صبر کنید، بیشتر دقت کنید. جواب صحیح سوالمون چیست؟ تعداد قلب ها چند تا دونه است؟ به خدای من دارم کمک میکنم این کسی گوش نمیده، میگم بیشتر دقت کنید. جواب صحیحمون چیه؟ چند شکل قلب تو تصویر وجود داره؟ جواب صحیح سوال زودتر بهمون بگیم بریم سراغ سوالای بعدی. بیشتر دقت، همتون بیشتر دقت کنید، خیلی بیشتر دقت کنید تا جواب صحیح بتون بده. تعداد قلب‌های داخل تصویر چند تا دونه است؟ برندمون چه کسی این جواب بگه؟ حالا الان یک زنگ بزنیم که 3 تا دونه قلبه. چیکار کنم؟ هی کمک میکنم، هی اصلا انگار نه انگار من کمکم سر خورده میشم، نی کمک نمی. تعداد قلب‌های داخل تصویر چند تاست؟ جواب صحیحمون چیست؟ جواب صحیح سوالمون چیه؟ برندش کجاست؟ 1,000,000 تومان جایزه واسه کسی که جواب صحیح رو بمونه. تعداد قلب ها چند تا دونه است؟ برندمون چه کسی جواب صحیح رو بگه؟ 1,000,000 تومان جایزه، ولی اونجا کجاست؟ کسی که به اون بگه جواب صحیح چی هست؟ سلام عزیزم، جوابو میشنوم. الو سلام، جوابو میشنوم. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشین جناب، جوابو میشنوم. 15 تا قلب کامله. نه متاسفانه. من میگم بیشتر دقت کنید، هی کمتر دقت میکنید. هی میگم بیشتر دقت کنید، هی کمتر دقت میکنید. خودت بیا به آموزش بده، من بلد نیستم. این دو دوستی که برای این درست کمک کردن تقلب کرده، این دوتا رو به من یاد بدی ها. خیلی خوب. اصلا میگم دیگه چیزی ازت نمیخوام. میگم نه هنوز چقدر من چیز بیزم خدا میخوام. جواب صحیح سوالمون چیست؟ بیشتر همه تون تا الان زنگ زدید. بیشتر دقت کنید تا جواب صحیح پیدا شه. جواب صحیحمون چیه؟ تعداد قلب‌های داخل تصویر چند تا؟ این آهنگا رو واسه شما میذارن که حواستون رو ندین به آهنگای ایرانی قرمر بدین باشون دست بکشین از سوال و کلا حواستون پرت شه. فکر ما رو که نمی‌کنم. آخه من اینجا دوستم آهنگ ایرانی گوش بدم. چرا؟ چون که حوصله‌ام سر نره، چون که قصه هی نخورم، چون که حواسم نره به این که شما چقدر حرفای من گوش نمیدین. منتهاش اینه که به خاطر شما، به خاطر اینکه دقت بیشتری داشته باشیم، ما میگیم باشه این آهنگا بزن، آهنگایی که اینجوری باشه آدم حواسش پرت نشه. اما کجاست کسی که قدر بدونه و درست بیشتر دقت کنه و جواب صحیح درست بیشتر با دقت به ما بگه؟ بگین دیگه. من میگم 2 ساعت اینجا هستم، 1 ساعت و 50 دقیقه دارم کمک میکنم، اون وقت کسی باور نمیکنه. تا حالا شده اینجا من بد کمک کنم بهتون؟ آیا واقعا مثلا سوالایی میاد که اختلاف تاثیر؟ آقا من دارم اینجا یخ میکنم، بلدم نیستم برم، یعنی بلدم ولی خب برم اونور، بعد حالا میگن چرا رفت اونور، داستان میشه. جواب صحیح چی داشتم میگفتم؟ اینقدر سردم مغزم یخ کرده. جواب صحیح چیه؟ من منجمد شدم.
من 2 دقیقه دیگه اینجا تب و لرز میکنم. بیا درستش کن. تعداد قلب‌های داخل تصویر چند؟ اصلا من هر اتفاقی واسم اینجا افتاد شما ادامه بدین به پیدا کردن جواب. اصلا مهم نیست تا زمانی که سوال اینجا هست شما باید بگین جواب پیدا کنید. من میگین جواب صحیح چیه. تعداد قلب‌های داخل تصویر چند تا دونه است؟ برندمون چه کسیه؟ جواب صحیح رو بگید. میشه خودت بسوزی مثلا یهو؟ نمیشه. جواب صحیح سوال چیست؟ تعداد قلب‌ها چند تا دونه است؟ داده بده. هیچ اینجا به فکر ما نیست. همه چی اینجا واسه شماست که شما جایزه رو ببرید. آهنگ قرتی نذاریم که شما حواستون پرت نشه. چه میدونم اینجوری چه میدونم قلبا رو بزرگ بذارین که شما بیشتر ببینید، یا واسه اختلافات چه میدونم این مجری رو انقدر کنیم که شما بتونید بهتر ببینید خونه ها رو. هر چقدر پنجره که مجری توش از کوچیک بشه. الان هم که دیگه هیچی دیگه یه ذره به ما فکر نمی‌کنم. ما اینجا داریم یه هم جواب صحیحمون چیه؟ ساعت من 1 ساعت عقبه. تعداد قلبه چند تاست؟ 1,000,000 تومان جایزه رو چه کسی قراره بده؟ 2088 216 22 77 56 20. چرا من فکر 22 77 که میرسه شماره تموم میشه دیگه یه جوری میخونمش. 56 25 و 2374 962 32 540. کجاست که جواب صحیح بود؟ خدای ساعت من 1 ساعت عقب مونده. ساعت 1 ساعت رفته جلو. ما چی میشیم اینجا؟ این ساعته که من تازه باید شروع کنم برنامه. جواب صحیح سوال چیست؟ تعداد قلب‌ها چند تا دونه است؟ برندمون چه کسی است؟ 1,000,000 تومان جایزه رو کی میبره؟ 1,000,000 تومان جایزه رو کی میبره؟ جواب صحیح سوالمون چیه؟ برنده سوالمون کجاست؟ کجاست برندمون؟ جواب صحیح رو بگه. تعداد قلب ها چند تا دونه است؟ 1 ساعت گذشت از زمانی که من اومدم اینجا. همکارم رفت از زمانی که جایزه از 660,000 تومان تغییر کرد به 800,000 تومان و بعد به 1,000,000 تومان. اما هنوز برنده این سوال پیداش نشده و ما همچین در به در دنبالشیم. یعنی پیداش کردین گوشتشو بگیم شماره رو بهش بدین که جواب زنگ بزن بگو که 1,000,000 تومان منتظره. تعداد قلب‌های داخل تصویر چند تاست؟ برنده سوالمون چه کسیه؟ سلام. الو. الو. سلام عزیزم، جوابو میشنوم. سلام. 32. 32 نه متاسفانه عزیزم، 32 نبود. خیلی بیشتر تلاش کنید. خیلی بیشتر تلاش. من نمیدونم چجوری کمک کنم. دوستی بحث شده اول. سلام جانم، جوابو میشنوم. سلام خوبی؟ متشکرم جانم، جوابو میشنوم. 41. نه متاسفانه 41 هم جواب صحیح نبود. جوری شده دیگه وصل سری گذاشته اول داخل استودیو این بعد صدای زنگتون میاد. جواب صحیح سوال چیست؟ تعداد قلب‌های داخل تصویر چند تا است؟ برنده سوالمون چه کسیه؟ ببین اول داخل استودیو. سلام جانم، جوابو میشنوم. سلام جناب، جوابتون رو میشنوم. سال نوتون مبارک. سال نو همه مردم ایران مبارک. جوابتون 82 تا. نه متاسفانه جواب غلط بود، ولی چقدر هم خواست بیشتر صحبت کنیم. ممنون. سال نو شما مبارک. سال نو همتون مبارک.
انشالله که سالی خوش داشته باشید، اونجوری دلتون میخواد امسال واسهتون رقم بخوره، اونجوری که از ته دل آرزو دارید. 1,100,000 تومان شد جایزه. دیگه جایزه چجوری زیاد شد؟ اینم واسه سال نو. 1,100,000 تومان جایزه. جایزه 660,000 تومان شد. 1,100,000 تومان و همچنان جواب سعی ناگفته مونده. دوستایی که منتظر بودین جایزه زیاد شد، جایزه زیاد شد. ببینم چه گلی به سر ما میزنیم. آیا جواب سعی رو میگین؟ گلتون روز باشه، قرمز لطفا. جواب صحیح سوال چیه؟ نرگس هم خوبه. یه گلی به سر ما بزنیم. 1,100,000 تومان جایزه واسه کسی که جواب صحیح سوال رو بگه. جواب صحیح چیست؟ تعداد قلب‌های داخل تصویر چند تا دونه؟ برندمون کجاست؟ چه کسی جواب صحیح رو بهمون بگه؟ 1,100,000 تومان جایزه واسه اونی که جواب صحیح سوال رو بهم بگه. جواب صحیح چی هست؟ تعداد قلب‌های داخل تصویر چند تاست؟ چند تا قلب؟ برندمون چه کسیست؟ برندمون چه کسی جواب صحیح رو بگه بهمون؟ ای داده بیداد، ای داده بیداد. 1,100,000 تومان جایزه و همچنان جواب صحیح گفته نشده. تعداد قلب‌های داخل تصویر چند تا است؟ برندمون چه کسی؟ کجاست این برنده جواب صحیح؟ خداشون میده رو برن این طرف، خود از سرما کاهش شد. ای داده بیداد. طراح سوال چیکار کردی شما باز سوالمون یه جوری شده هنوز کسی نتونسته جوابش رو پیدا کنه. جواب صحیح سوال چیه؟ تعداد قلب‌های داخل تصویر چند تا دونه است؟ برندمون چه کسی است؟ برندمون چه کسی جواب صحیح بگه؟ چند شکل قلب توی تصویر وجود داره؟ تعداد قلبا چند تا دونه است؟ 1,100,000 تومان. دقت کنین قلبای درست حسابی رو بشمارین دیگه. چی بگم؟ چجوری کمک کنم؟ به خدا هرچی بیشتر من کمک کنم خدا فرمان بیشتر بدنم به خودم رو خواهد گرفت. یه جوری کمک میکنم نه سیخ بسوزه نه کباب دیگه. تعداد قلب‌های داخل تصویر چند تاست؟ برنده سوالمون چه کسی جواب صحیح بده؟ چند عدد قلب توی تصویر وجود داره؟ 78. نه عزیزم، نه متاسفانه. 78 قلب. چرا اول بیننده رو بس میکنی بعد زنگ میزنی؟ من سکته کردم. فکر کنم قیافه مشخص شد. چرا این کارو میکنی؟ تو فرمان چرا؟ داری واسه خود صحبت میکنی، ریتم آهنگ داره میره واسه خود، یه صدای سوت میاد. یا درستش کن. نه زنگی نه اهنی نه اهونی یالله یه چیزی. سلام جانم، جوابو میشنوم. 40 تا؟ نه عزیزم، 40 تا غلطه. 40 تا غلطه. غلطه 6 دقیقه عجله کن. جواب صحیح سوال چیه؟ تعداد قلبا چند تا دونه سالاش شد؟ تو فهمه را افتاد سکته که من تا الان فکرم 5-6 تا سکته رد دادم. جواب صحیح سوالمون چیه؟ 1,200,000 تومان جایزه رو کی میبره؟ تعداد قلب ها چند تا دونه است؟ برنده سوالمون کجایی جواب صحیح رو بگی؟ چند عدد قلب توی تصویر وجود داره؟ به جز یه برنده خانم سمانه فرجزاده از آمل که اونم $100 بردن،
ما برنده نباید باید داشته باشیم قاعدتا. سلام جانم، جوابو میشنوم. آقا ببخشید سلام، خسته نباشید. سلامت باشین جانم، جوابو میشنوم. 34 تا داداش. نه متاسفانه داداش، 34 تا غلط بود داداش. 34 تا شمال بود، هر جا بود شمال ایران بود، نمیدونم کجا. گرگان شاید، نمیدونم. جالب. نه 34 تا داداش غلط بود. داداش یه بار دیگه بگرد جوابو پیدا کن، بعد زنگ بزن موقع با هم صحبت کنیم جواب چه خواهد شد. 1,200,000 تومان جایزه رو کی میبره داداش؟ کی قراره جواب صحیحو بگه؟ تعداد قلبا چند تا دونه است؟ انرژی گفتم، خوابم پرید کلا. جواب صحیح سوالمون چیه؟ این جواب توی این پاکته چیه داداش؟ نه این داداشش فرق میکنه. داداش جواب صحیحش چیه؟ برندمون چه کسی؟ 34 غلط بود. جواب دیگه یا پیدا کردین؟ جواب تکراری نگین، یه جواب جدید ازتون میخوام. نه 4 دقیقه حرکی. عجله کنین دیگه، زمان واسه فکر کردن و شمردن قلب ها وجود نداره. زمان واسه اینه که 2 0 88 216 22 77 56 25 و یا 2 0 374 962 32 540 بگیریه. دیگه فرصتی نمونده واسه اینکه قلبا رو بشمارین. عجله کنید. اگه فکر میکنید جوابتون صحیحه تماس بگیرید، جوابتون به من بگین که انشالله این 1,200,000 تومان جایزه رو ببرید. جواب صحیحمون چیه؟ این قلبا چند تا دونن؟ برندمون کجاست که جواب صحیح رو بهمون بگه؟ تعداد قلبا چند تا دونه است؟ چند عدد قلب توی این تصویر وجود داره؟ این آخرین دقایقیه که من اینجام. آخرین دقایقه. اگه جوابو دارین من اینجام تا 4 دقیقه دیگه جوابتون رو بشنوم. تعداد قلبا چند تا دونه است؟ برندمون کجاست؟ یه 4 دقیقه دیگه، شاید هم کمتر فرصت داریم. من اینجام تا جواب صحیح به من بگید. همکارم قراره بیاد سوال بعدی هم پشت سر این حاضره، منتظرم جوابو بگین. سوال بعدی بیاد. جواب صحیح چیست؟ تعداد قلبا چند تا دونه است؟ چند عدد قلب تو تصویر وجود؟ جواب صحیح سوالمون چیست؟ یعنی اسم من اتاق فرمانه عالیه. تعداد قلب‌ها چند تا دونه است؟ برندمون چه کسی است؟ چند عدد قلب توی تصویر وجود داره؟ برندمون چه کسیه؟ جواب صحیح رو بهمون بگه. آخرین دقایقیه من اینجام، عجله کنین جواب صحیح رو به من بگین. جواب صحیح سوالمون چیست؟ جواب صحیح سوال چیه؟ تعداد قلب‌ها چند تا دونه است؟ برندمون چه کسی؟ چند عدد قلب در تصویر وجود داره؟ برندمون کیه؟ کجاست کسی که جواب صحیح رو بهمون بگه؟ چند عدد قلب توی تصویر وجود داره؟ 1,200,000 تومان جایزه رو کی قراره ببره؟ برندمون چه کسی؟ برندمون کجاست؟ چند دقیقه دیگه؟ یه 2 دقیقه، یه دقیقه دیگه فرصت داریم. جواب صحیح سوالمون چیست؟ برندمون چه کسی است؟ تعداد قلب ها چند دونه است؟ 1,200,000 تومان جایزه رو کی میبره؟ چند شکل قلب در تصویر وجود داره؟ برنده عجله کن جواب صحیح رو پیدا کن، زمان داره تموم میشه، دارم میرم. ما نمیدونم چه اتفاقی. تعداد قلبا چند تا دونه است؟ برندمون چه کسی است؟ 1,200,000 تومان جایزه سوال. جواب صحیح سوال چیه؟ چند عدد قلب توی تصویر وجود داره؟ جواب صحیح سوال چیست؟ تعداد قلبا چند تا دونه است؟ نامید شم؟ قطع امید کنم برم؟ سرخورده اون صحبت ها؟ جواب صحیح بهم بگین دیگه. فرصت دیگه نداره. دیگه
دیگه فرصتی نداره. متاسفانه 1,200,000 تومان جایزه دارین از دستش میدین. من باید کم کم حضورتون مرخص شم. همکارم میخواد بیاد فکر کنم. $1,200,000 تومان جایزه از کسی که جواب صدای زنگم که نیامد، به جای صدای پای همکارمون داره. بله همکارم اومد، ایشالله که جوابو به ایشون بگیم. به من نگفتین. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار. سلام خدمت بینندگان شبکه وین. یه بار دیگه من اینجام یه روز دیگه با یه مسابقه جدید. همونجور که میبینید مسابقه همینجوری هر روز تموم میشه، تکراری نیست. خدا رو شکر، جای شکرش باقیه. و اینکه در خدمتتونم امروز. امیدوارم ببینم که امروز که من انقدر با انرژی اومدم، انقدر با عجله اومدم، برنده داریم تو این برنامه یا نداریم. بریم ببینیم که واقعا چه خواهد شد. همونجور که میبینید همکار قبلی زحمت کشیدن، توضیحات دادن برای همین مسابقه، ولی متاسفانه کسی نبود که یه جواب درست رو بگیم. و خب خیلی خوبه که شرکت کننده زیاد داشتیم تا الان، ولی نشده که جواب صحیح بدن. امیدوارم که دیگه واقعا با این گرفتن این شماره و دقت بیشتر تو این مسابقه امروز بتونید سریع تماس بگیرید با این دو شماره‌ای ما و جواب صحیح بنده بگید. و مثل همیشه استقبال میکنیم از برنده عزیزمون از هر کجای ایران که باشن، هر کسی که باشه مبارکشون باشه. امیدوارم که این $400 که قراره دریافت کنن از شبکه وین بابت این مسابقه امروز، امیدوارم که بتونه مبلغ خوبی باشه، جایزه خوبی باشه، حالشو ببرن و مبارکشون باشه. در کل خدایی دیگه منتظریم، بی‌صبرانه منتظریم. از همین الان که من وارد شدم منتظرم که ببینم بینندم کی قراره بیاد، قراره جواب بگه نگه نمیدونم، ولی بی‌صبرانه منتظرشم ببینم چه خواهد شد. بله دوستان، همینجوری که میبینید در صفحه‌ای که اینجا واسه شما قرار دادن تعداد قلبا رو ازتون خواستن. باید جمع‌بندی کنید ببینید چند شکل قلب در تصویر وجود داره و جوابو به بنده بگید، بنده بشنوم و ببینیم که واقعا جواب درست بوده نبوده، چی بوده، جریان چیه. بعد از این همه این که این کادر این مسابقه اینجاست دیگه نذارید بمونه، نذارید این روزا همه تکراری بشه. به جوابم نرسیم متاسفانه. نمیدونم دیروز چی شد. اون مسابقه که بنده داشتم تو ساعتی که بودم نتونستم بفهمم که آیا اصلا برنده داشتیم نداشتیم. آخه ادیتورم هم انگلیسیه، نمیتونم بفهمم که ازش بپرسم و اینا. نمیدونم دیشبم بوده یا نبوده. ولی دوستان بی‌صبرانه تو این مسابقه جدیدی که امروز بنده اومدم، یعنی یه روز دیگه با یه مسابقه جدید دیگه، بی‌صبرانه منتظرم ببینم واقعا تعداد شکل قلب در این تصویر چند تا میتونه باشه که بتونه شما رو به $400 برسونه. به همین سادگی $400 از ما میتونید جایزه ببرید. اگه که فقط بیننده نباشید، برنده برنامه ما باشید، اونم که میتونید باشید، چرا نه. واسه همه عزیزانی هست که این دارن این شبکه رو نگاه میکنن، این مسابقه رو دارن نگاه میکنن. البته به ویژه واسه اون دوستانی که واقعا با دقت بیشتر با اون وقتی که واسش میذارن قشنگ خیلی واضح میگردن، میشمارن تمام این قلبا رو، ببینیم که واقعا تعداد کل این قلبا چند میتونه باشه که $400 رو میتونه واسه شما جایزه داشته باشه. دوستان عزیز با شماره های 2088 216 227 756 25 و 20374 962 32 540 با این دو شماره تماس بگیرید و شانس خودتون رو امتحان کنید، شاید شما بتونید برنده برنامه باشید. سلام دوست عزیز. سلام عزیزم، بفرمایید پاسخو میشنوم. جواب 23. جانم؟ جواب سوال 23. نه عزیزم، نه 23 هم نبود متاسفانه.
دوستان عزیز، میدونید ممکنه بعضی از شرکت کنندهایی که با ما تماس میگیرن یک خورده مثلا اشتباه داشته باشن تو جوابایی که اینجا میان میگن. یه خورده مثلا بعضی خیلی دیگه از جواب دور شدن، معلوم نیست که جواب چی میتونه باشه چی نمیتونه باشه، ولی بازم سعی خودتون رو کنید تماس بگیرید. بنده اینجا هستم پر انرژی، خوشحال، منتظر بیننده عزیزم هستم که هر چه زودتر بیاد برنده بشه، این $400 رو ببره، دل من خنک بشه دیگه. من نفهمم که بفهمم یا اینکه دیگه این بیننده من میاد سر میزنه به شبکه، شرکت میخواد بکنه ولی دست خالی از اینجا میره. نباشه این اتفاق نیفته، نمیخوام این اتفاق بیفته. بی‌صبرانه منتظرشم، منتظر اون بیننده عزیزم که میخواد الان با من تماس بگیره با این دو شماره‌ای که واسش گذاشتیم و جواب صحیح بده بعد از شمردن این قلبا، اونم با دقت. هرچه قلب سفید اینا همه با هم بشمارید، قلبای سفید، همین قرمزا اینا همه بشمارید تا اون موقعی که به قلبا برسید و جواب صحیح بنده بگید و برنده $400 پول بشید. به همین سادگی میتونید شرکت کنید دوستان عزیز. این مسابقه واسه همه هست، واسه همه اون کسانی که میخوان واقعا شرکت کنن و جایزه‌اشون از شبکه ما بگیرن و اینکه اصلا هیچ محدودیتی وجود نداره دوستان عزیز. حتی بارها کسانی که برنده شدن یا کسانی که برنده هم نشدن، متاسفانه نشده که جواب درست رو بگه، ولی بازم میتونه این در شبکه ما به روی شما بازه تا اون لحظه‌ای که برنده معین بشه، تعیین بشه و ببینیم واقعا این برنده چه کسی خواهد بود که میتونه $400 از شبکه وین ببره و برنده بشه. بی‌صبرانه منتظرشم، منتظر اون بیننده عزیزم که الان قراره من صدای گرمش رو بشنوم، صدای نازنینش رو بشنوم. دیگه چه بهتر که بخواد بیاد با جواب صحیح با من تماس بگیره و جواب صحیح رو بگه، خاتمه کلا بده به این مسابقه‌ای که چند ساعتی در روز اینجا هست و هنوز مشخص نشده که بیننده من میتونه بیاد و جواب بگه. بله دوستان، ببینیم واقعا چی میشه. امروز من اصلا اینقدر با استرس وارد استودیو شدم باورتون نمیشه. 1 ساعت زودتر خب ساعت رفته جلو و بنده از این خبر نداشتم. دیشب انقدر خسته بودم رفتم خونه دیگه خبر نداشتم تا موقعی که دیگه ساعت رو نگاه کردم، روز یکشنبه هم هست، دیدم که وای الان دیگه دیرم شده. ببین من فکر کردم ساعت 2:30 ولی الان ساعت 3:30 بود. سریع تاکسی گرفتم اومدم با عجله، سریع اومدم گفتم بابا نمیشه دیگه، پخش زندت نباید دیر کنی سارا. سریع دیگه خلاصه اومدم و خدا رو شکر اینجام در خدمت شما عزیزان. امیدوارم که اینی که من خب با اینکه عجله کردم و اینجوری شتابان به سمت اینجا اومدم، امیدوارم که شما هم خب اینم در نظر بگیرین که من با انرژی بازم اومدم، یعنی باعث نشد که من انرژیمو از دست بدم بخوام نفسم بگیره. اینجوری نشد، خدا رو شکر سریع تاکسی گرفتم منو رسون اینجا. منم خوشحال در خدمت شما، منتظر بیننده عزیزمم، بی‌صبرانه صدای گرمشون رو بشنوم، البته با جواب صحیح. ولی خب هیچ اشکالی نداره دیگه، ببینیم چی میشه. سلام دوست عزیز. سلام، ببخشید 38 تا 38 هم نمیشه عزیزم، متاسفانه. کی داره گریه میکنه؟ وای نه دیگه، نه 38 هم نشد، جواب درست نبود عزیزم. مرسی که تماس گرفتی ولی خب عدد 38 هم نبود. دوستان توجه داشته باشی، دوستان سعی کنید لطفا اگه میخواین تو این برنامه شرکت کنید، جوابی که دوستان دیگه میان تماس میگیرن، زحمت میکشن تماس میگیرن، دیگه این شماره رو نگید لطفا، دیگه نگید یه شماره دیگه رو بگین، چون این شماره دیگه رد شده، یعنی که بنده ردش کردم دیگه. حالا نمیدونم تو موقعی که همکار بودن شماره ها چی بوده، چی میتونسته باشه. بله مثل میدونم اینجا گذاشتن، یادداشت کردن، ولی خب من نگاه میکنم. امیدوارم شما مگه پایین برنامه اوشونا نشسته باشین تو الان نگاه کرده باشین دیگه، جوابایی که به همکار گفتید و یا که به من همون زمانی که میام اینجا میگید دیگه تکراری نباشه و واقعا تماس بگیرید با جوابای تازه و جوابای جدیدتری و دقیقتر از همش مهمتره. بله با جوابای دقیق میخوام که با این شماره تماس بگیرید و صدای نازنینتون رو بشنوم. چه بهتر که
کسی که بدونه انقدر مطمئنه که این قلبا رو شمرده با یه پاسخ صحیح میخواد بیاد دیگه، وای چقدر خوبه که دیگه انقدر مصمم تماس میگیره با شماره‌های ما و مشخص میکنه برنامه ما برنده‌شو مشخص میکنه، خودش مشخص میشه که برنده آیا خواهند شد یا نشن. خلاصه اینه که میدونید دوستان $400 واسه شما عزیزان در نظر گرفته شده. اگه با جواب صحیح بیاید، با ما تماس بگیرید، $400 رو میتونید دریافت کنید از شبکه مین و این خب جوایز خیلی خوبیه. من خدا رو شکر از این بابت خیلی راضیم که جوایزی که یعنی برای شما طراحی میکنن کنار همین سالایی که طراحی میشه خیلی جوایز خوبی میتونه باشه، مطمئنا همینطور میتونه باشه. این چیه؟ این نمیدونم، این جایزه الان عوض شد ولی همون $400 دوستان. اینو اصلا نمیدونم حالا جدیده، نمیدونم چی جوریه اینا، ولی $400 دیگه. $400 واسه شما عزیزان طراحی شده. اگه که برنده باشید، اگه که برنده بشید، اگه که واقعا بخواید که شرکت کنید و قصد داشته باشید که فقط بیننده نباشید و برنده باشید. بله، ببینیم چه خواهد شد امروز با این $400 که ما داریم دوستان عزیز. بله دوستان، $400 واسه شما عزیزان در نظر گرفته اتاق فرمان. هنوز یک قدمی این $400 هستید، میتونید بهش $400 اتاق فرمانم خوش دیگه داره قشنگ کف واسهتون میزنه. با اینکه خارجی میدونه این $400 خوب ارزششو داره که کل این قلبا رو بشمارین و به بنده بگید که این پاسخ چقدر. بله دوستان، ببینید واقعا پاسخ چقدر بود که شما رو میتونه به $400 برسونه. This music here is too loud but بله نمیدونم، ببینم چه خواهد شد. This music is too loud. امیدوارم که دوستان حالا موزیک برای من خب صداش بلنده ولی برای شما و امیدوارم که شما عزیزان خب دیگه از این موزیکایی که واسه شما میذارم خب دیگه ما اینجا دیگه دستمون خالیه دیگه، دستمون تنهاست، ادیتور نیست، ادیتور فارسی. معمولا ادیتور فارسی داریم وقتی هم هست موزیکای ایرانی میذاریم، ولی خب این ادیتور ما هم خیلی دختر خوبیه، خیلی نازه و خیلی مهربونه، موزیکایی به سبک خودشون میذارن معمولا. اینم اب نداره، مهم اینه که شما فقط تمام دقتتون رو بذارید روی این جدول، روی این مسابقه که ببینیم پایان این مسابقه چه خواهد شد. واقعا بی‌صبرانه منتظرم ببینم اون عزیزی که قراره تماس بگیره و جواب این جدول امروز قلبی ما رو بده که چقدر خوشگل و نازه، ببینم چه کسی خواهد بود. واقعا اون عزیز چه کسی خواهد بود که بتونه بیاد جوابا رو به ما بگه و برنده بشه. بله هنوز مشخص نشده، بی‌صبرانه منتظرتونم که بیاین با جواب صحیح خاتمه بدید و این $400 از آن خودتون کنید بعد از اینکه دیر بشه، بعد از اینکه اصلا اتفاقات تازه‌ای بیفته. ولی امیدوارم که خوبتر و خوبتر بشه این بازی، خب برای شما عزیزان راحت‌تر و راحت‌تر بشه، دیگه سخت‌ترش نکنن، این اتفاق نیفته فقط دیگه، ما هیچ شکایتی نخواهیم. ببینیم اون بیننده عزیزی که قرار تماس بگیره و جواب صحیح بگیره تماس می‌گیره. ببینیم کجاست اون بیننده عزیزی که قراره با این خط تلفن‌های ما تماس بگیرن و جواب صحیح رو بدن. بله دوستان، بله اینطور که من دارم میشنوم اتاق فرمان میخواد وصل سریع بذاره. وصل سریع، به وصل سریع چه شود؟ این وصل سریع هم اومد دیگه، یعنی این وصل سریع وقتی میاد یعنی شما دیگه همین الان این شماره رو بردارین بگیرین، همین الان وصلتون میکنن به شبکه. بنده صدای نازنین رو بشنوم. چقدر این لحظه خوبه، چقدر خوبه که داره این اتاق فرمان هر روز به مهربونیاش داره همینجور اضافه میکنه، قشنگ کلا داره به همه حال میده، دستش درد نکنه، خیلی خوبه. ببینم با این وصل سریع کی حاضره تماس بگیره با این دو شماره 2088 216 227 756 25 و
92 374 962 32 540. با این دو شماره رو ببینم که کدوم بیننده عزیزی قرار تماس بگیره و من صداشو بشنوم. بی صبرانه منتظرشم دیگه. من خلاصه اینجا دیگه کارم شده انتظار این که بیننده‌ام سریع بیان برنده بشن، پولشون رو بگیرم، من خیالم راحت بشه. چه برنامه من سلام دوست عزیز. سلام، خسته نباشید. سلامت باشین. بفرمایید پاسخ رو میشنوم. ببخشید 69 تا میشه؟ 60,000 تا هم نمیشه. 60,000 تا هم نمیشه. متاسفانه نشد. مرسی که تماس گرفتید دوست عزیز. ضمناً عیدتون مبارک. من انقدر دیگه هول میشم با هیجان جواب تلفن رو شما رو میدم. یادم میاد عید تبریک بگم. چه کاری من باید عید تبریک بگم به بیننده‌های عزیزم. ببخشید اگه بنده یادم میره فراموش میکنم، به دل نگیرید، من سعی میکنم بگم. ولی مرسی که تماس گرفتید. نشد که جواب بشه، جواب درست یعنی درست باشه، ولی خب هیچ اشکال نداره. بازم به یه جواب دیگه برسیم، بازم جمع‌بندی کنید، تمام قلبا رو بگردین تا اون زمانی که مطمئن شدید و همه رو سفید و قرمز و هر چی که اینجا میبینید و گشتید، اون موقع به من تماس بگیرید و جواب صحیح رو به من بگید. چه لحظه خوبیه اون لحظه‌ای که من بخوام جواب صحیح رو بشنوم، صدای بیننده عزیزم رو بشنوم که با جواب صحیح میاد و این $400 تقدیم حضورشون بشه. چه لحظه خوبیه این $400 رو قشنگ بدیم به این بیننده عزیزمون. واقعا خستگی از تن ما در بیاد. همون لحظه هم که بعد میام اینجا خب انرژی میام، ولی این که اگه قرار نباشه برنده داشته باشم اصلا همش آدم خسته میشه. نمیخوام خسته بشم، ولی شما هم نذارید من خسته بشم. کاری بکنید که تماس بگیرید، سریع من صداتون رو بشنوم، سریع با من با این شمارهایی که واسهتون گذاشتم دوستان وصل سریع اصلا دیگه یعنی عالی، یعنی بهترین موقع است واسه تماس گرفتن. یعنی همین الان که تماس بگیری سریع وصل میشی، همین الان که تماس بگیری سریع من صداتو تو استودیو میشنوم و البته با جواب صحیح و ببینم واقعا پایان این بازی چه خواهد شد. بی صبرانه منتظرتونم دوستان عزیز. فراموش نکنید که من اینجا برای شما این برنامه، این پخش زنده شبکه بین همه در اختیار شما عزیزانه، به خاطر شما عزیزانه. فقط کافیه که دقتتون رو بیشتر کنید اگه قصد شرکت در این مسابقه رو دارید و امیدوارم که هر چیز زودتر اینا رو بشمارید، به یه جوابی، به یه عددی، نمیدونم به یه جمعی کل این قلبا برسید همونجوری که سوالش ها نوشتم. سلام دوست عزیز. الو سلام بفرمایید پاسخ میشنوم. 73 هم نمیشه دوستم. مرسی که تماس گرفتی ولی نمیشه. 73 هم نبود. بازم سعیتون رو بکنید بیشتر بگردید، بیشتر ببینیم واقعا جواب چی میتونه باشه، ببینیم واقعا ببینیم اون بیننده‌ای که بعد از این قرار تماس بگیرن آیا با جواب صحیح میان، با جواب صحیح نمیان. حالا هر جوری هم که شده مرسی واسه که تماس میگیرید، سریع حساب میکنید، میگردید ببینید واقعا جمع این چند شکل قلب در تصویر، یعنی همون جوری که سوال نوشته شده چند شکل قلب در تصویر وجود دارن. به همین سادگی میتونید این قلبا رو بشمارید، چه سفید چه قرمز. این راهنمایی که من میتونم بهتون بکنم، یعنی شما سفید و قرمز همه رو بشمار اگه راهنمایی میخوای. اصلا تنها چیزی که کوچولو خواستم کمک کنم راهنمایی کنم اینه که همه رو بشمار عزیزم، همه رو بشمار تا اون موقعی که کلش رو پیدا کردی با من تماس بگید، چون وصل سریع این $400 رو بیا ببر و دیگه راحت بشیم، خوشحال بشیم. ما هم اندازه شما خوشحال خواهیم شد مطمئنا. فقط کافیه که بیای با جواب صحیح و این $400 رو ببری و مبارکتون هم باشه. چه لحظه‌ای که میتونه باشه این لحظه‌ای که آدم ببینید بینندش برنده میشه و واقعا بعد از تمام زحمتایی که میکشین تماس میگیرید و وقتتون گرانبهاتون در اختیار ما میذارید، واقعا باعث میشه که ما بدونیم خب بیننده خب شرکت میکنه اینجور که بنده. بله دوستان، وصل سریع یعنی اینکه سریع شما تا شماره رو بگیری، سریع وصل شدی به استودیو، من صداتون میتونم بشنوم. یعنی همین الان این شماره رو برداری و بگیری دیگه تمومه. صداتون رو شنیدم. به همین سادگی میتونم صداتون رو بشنوم و چه بهتر که سلام دوست عزیز.
سلام بفرمایید. سلامت باشید. مرسی. 43 نمیشه؟ 43 هم نمیشه. نه متاسفانه. مرسی که تماس گرفتید. عیدتون هم مبارک باشه. ولی نبود عدد 43 هم نبود. دوستانی که دارین این برنامه رو نگاه میکنید، این اعدادی که دوستان ذکر میکنن لطف کنید یه جایی یه برگه یه چیزی یادداشت کنید. اگه که یه دوست بعدی اومد متاسفانه نشد که جواب بگم، یه تیک اینجا یه ضربه در بزنید که نه این نبود، این جواب نبود. بله دوستان، این کار رو بکنید که زودتر بتونید به راهی بشید به برنده شدن و اون جوابای دوستان قبلی رو نشه که بگید خدای نکرده تکراری باشه و این شانس رو از خودتون بگیرید و دیرتر به اون جوایز بتونید برسید. بله دوستان، $400 واسه شما عزیزان در نظر گرفته شده. اگه که قصد بردنش رو دارید، اگه قصد شرکت در این برنامه رو دارید، به همین سادگی میتونید $400 از شبکه وین جایزه ببرید. اگه که واقعا سرعت عملتون بیشتر باشه، چون الان وصل سریع خیلی عالیه این قضیه، و اگه که کل این قلبا رو بشمارید، به یک اعدادی برسید، به یک چیزی برسید و ما بدونیم که خب واقعا این جمع این چند شکل قلب که در تصویر وجود داره واقعا جواب درسته و بنده حضور شما که عرض خواهم کرد که درست بوده یا درست نبوده، که امیدوارم این اتفاق بیفته، درست باشه. من همش میخوام حرفای مثبت بزنم که واقعا این اتفاق بیفته، جور نباشه حرفا منفی باشه، شما ناامید بشید، ناراحت بشید، وای اصلا همش بگید اینقدر سخته، اینقدر این مسابقه سخته، من اصلا چجوری بهش برسم. نه، اگه قرار باشه شما ناامید باشید، منم ناامید باشم که نمیشه، که بالاخره یکی از ماها باید کمک کنیم و انرژی بدیم به هم دیگه، کمک کنیم، راهنمایی کنم. بندم سعی میکنم راهنمایی خودم رو بکنم تا اونجایی که از دستم برمیاد. لطفا یعنی حتما خواهم کرد این کار رو، ولی این باشه که دوستان بی‌صبرانه منتظرتونم که صداتون رو بشنوم و این جواب مشخص بشه. بله، کل این چند شکل قد در تصویر که وجود داره، همون که دارید میبینید، چند میتونه باشه؟ به همین سادگی. یعنی این مسابقه خدا رو شکر همه جوابش توشه، فقط بیشتر دقت میخواد، بیشتر این که باید بشمارید، سرعت عملتون دقیق بشمارید. یعنی این نباشه که خدای نکرده رنگای سفید و قرمز این قلبایی که اینجا رو گذاشتن باعث بشه اصلا شما رو گیج کنه، چشاتون یه جور دیگه یکیشو جا بندازید، یا این که نمیدونم رنگاش یه جوری تو واسه چشم آدم زیاد جالب نباشه، شما مثلا جا بندازی، اصلا اینجوری زوم کنی واقعا نتونید بشماری که چقدر میتونه باشه. ولی سعی کنید که واقعا یه کاری کنید، سعی کنید. حالا این نمیخواد عکس بگیرید، خدا رو شکر جای شکرش باقیه که این عکس‌ها نسبت به مسابقه‌های قبلی همش خب تکون نمیخوره. مسابقه قبلی همش تکون میخورد، وای عکس‌ها در حال تحرک بود و از این حرفا، اصلا گیج آدم میشد سر این قضیه. اینم نمیشه گفت که حالا تکون نمیخوره زیاد میتونه راحت باشه، خوب باشه، ولی خب خوبی این قضیه اینه که خب چی بگم، مثلا میتونه اینکه تکون نمیخوره ولی رنگاش یه جوری گیج کننده است، به خاطر همین من میتونم یک کوچولو بگم سخت میتونه باشه. ولی واسه شما عزیزانی که میخواین شرکت کنی، واسه شما عزیزانی که همکارم بودن، زحمت کشیدن، توضیح دادن و این مسابقه همینجا بود، شما مثلا خب چند ساعت گذاشته، خب دیگه من نمیدونم از برباد شده باشه که چند تا میتونه قلب تو این تصویر وجود داشته باشه. یعنی دیگه آدم هر چقدر یه سال یه مسابقه سخت بذارن واسه یه کسی، واسه بیننده ها، خب بالاخره تایمی که میذارن زیاده، خب بالاخره باعث میشه که شما به جواب برسید، چون به اندازه کافی وقتشو داشتین و وقتش هم خواهید داشت تا موقعی که بیننده مشخص بشه و جواب کل این قلبا رو به بنده بگه و بیشتر تلاش کنه، یعنی شماره ها رو بیشتر بگرده، بیشتر ببینه واقعا چند تا قلب میتونه تو این کادر مسابقه امروز باشه و به بنده بگه و بنده حضورشون عرض خواهم کرد، اتاق فرمان میشنون، بنده هم خواهم شنید و اگه که درست باشه بنده استقبال میکنم از بیننده عزیزم که تونسته اینقدر با دقت پاسخ جواب بده و $400 رو تقدیم حضورشون خواهیم کرد. و دوستان بله، یکی از نکات دیگه که من همیشه ذکر میکنم، حالا اول برنامه بازم ذکر میکنم، اینه که بله اگه تماس میگیرید که
الان تماس گرفتید. سلام دوست عزیز. سلام عزیزم، پاسخو میشنوم. 80 هم نمیشه. 80 هم نبود دوستان، هیچ اشکالی نداره. 80 هم نبود. خب نبود، هیچ اشکالی نداره. بازم بگردید دوستان، امیدتون رو از دست ندید. شما بارها و بارها در این شبکه به روی شما بازه، میتونید تماس بگیرید، شانس خودتون امتحان کنید. تا اون لحظه ای که برنده نشدید اصلا واقعا اصلا دیگه فراموش نکنید که تو این برنامه شرکت کردین و باید تا آخرش برید تا اون لحظه ای که به جواب صحیح برسید و این مبلغ رو واقعا ببرید، چون حقتونه. تا الان وقتتون رو گذاشتید، وقت گرانبهاتون رو در اختیار ما گذاشتید که خواستید شرکت کنید و چرا که نبرید، چرا که این قیمت‌ها رو، این جوایزی که واسه شما عزیزان در نظر گرفته میشه، چرا دریافت نکنید از ما، برگرده. به قول معروف که من همیشه میگم، چرا این جوایز برگرده تو جیب کارگردان، چرا برگرده تو جیب اتاق فرمان. نمیخوام این اتفاق بیفته. شما میتونید واقعا با حضورتون، با شرکت در این مسابقه میتونید واقعا این کارم بکنید که تمام این جوایزی که اینجا میذارن و واقعا تقدیم حضورتون کنید. یعنی تعلق به شما داره، برنگرده تو جیب کارگردان. بی‌سربار منتظرم وصل سریع هست. وصل سریع وقتی میذارن یعنی دیگه واقعا خیلی موقعی خوبیه، خیلی تایم خوبی میتونه باشه. اونم اینه که وقتی این دو شماره رو میگیرید دوستان، سریع شما وصل میشید به استودیویی که بنده اینجا نشستم و این خیلی خوبه. این عالیه که منده میتونم با این وصل سریعی که اتاق فرمان گذاشتم سریع صدای نازنین شما رو بشنوم، البته با جواب صحیح. امیدوارم که جواب صحیح رو بدید، ولی اگه نشد بازم امیدتون رو از دست ندید. بنده همیشه اینجا هستم، قراره بیام هر روز ببینمتون، چه تو برنامه من چه تو برنامه همکار عزیزم یا قبلش. حالا هر موقعی که میشه بیاید میتونید شرکت کنید. این مسابقه مال شما، متعلق به شما داره. شماره ها، مسابقه، جوایز همه متعلق به شما عزیزان شبکه وین پخش زنده. دیگه چه بهتر از این که آدم یه تماسی بگیره همین الان وصل بشه. یعنی بهترین موقعیتیه که آدم بتونه از این موقعیت ها استفاده کنه، ازش استفاده خوب ببره و سریع تماس بگیره و ببینیم واقعا چه خرج. منتظر بیننده عزیزم هم که قراره الان تماس بگیره، صداشو بشنوم و اینکه ببینیم که واقعا جواب صحیح چی میتونه باشه که تا الان دوستان نشده که تماس بگیرن و جواب صحیح رو بدن. منتظرشونم، مطمئنم که سریع میاد و آخرش کاری میکنه که خاتمه میده کل به این مسابقه بعد از چند ساعتی که همه این مجریای عزیز رو خسته کرده. بابا آخه چند تا دیگه، آخه دوستام الان اینجا بودن داشتن زحمت کشیدن، اینجا تلاش میکردن، نشد که دیگه جواب بده. مرسی بازم که اینقدر شرکت کننده داشتیم، ولی با دقت دوستان بگردید. یعنی اینجوری نباشه که همینجوری خیلی ساده بشمارید که اصلا به هیچ جوابی هم نرسید. با دقت بشمارید و بعد بنده فکر مثل این که جواب تو پاکت هم هست، بنده این پاکت رو باز خواهم کرد، نشونتون خواهم داد که آیا همتون ببینید که چه کسانی که متاسفانه نشده جواب صحیح بدن، چه اون کسی عزیزی که اون بیننده عزیزی که قرار الان تماس بگیره با پر از روز شانسش باشه که یعنی واقعا این $400 رو ببره، بتونه که جواب صحیح رو به بنده بگه، این پاکت رو باز کنم واسش نشونش بدم و بهتر از اون وصل بشه به اتاق فرمان و این $400 رو تقدیم حضورشون کنم. به همین سادگی دوستان میتونید تماس بگیرید با شماره‌های 2088 216 227 چی میگی؟ اشتباه میگی؟ میخوای خراب کنی همین چیزا؟ نه، شما دارید میخونید ولی من واسهتون میخونم. 2088 216 227 756 25 374 962 32 540. با این دو شماره تماس بگیرید دوستان. بله مرسی. سلام دوست عزیز. سلام، خسته نباشید. سلامت باشید. جواب 65 میشه؟ 65 هم نمیشه. نه متاسفانه. مرسی که تماس گرفتین دوست عزیز. نشد که 65 هم بشه، ولی عیدتون هم مبارک. خیلی ممنون که تماس گرفتید، ولی نشد که عدد 65 هم باشه. سلام دوست عزیز. الو. سلام. سلام. سلام عزیزم، بفرمایید، پاسخو میشنوم.
میبخشین 60 میشه؟ 60 هم نمیشه عزیزم. عیدتون هم مبارک باشه. 60 هم نمیشه، نه متاسفانه. عدد 60 هم نبود. عدد 60 هم نبود دوستان. نه متاسفانه عدد 60 هم مثل که گفته بودن توی برنامه همکار عزیزم نبود. عدد 60 هم نبود. چند دفعه هم دوستان گفته بودن ولی نشده. بازم بیشتر بگردید دوستان، بازم بیشتر بگردید، بیشتر به این قلب رو نگاه کنید ببینید بیشتر از شاید بیشتر بشه شاید کمتر بشه، بنده نمیدونم. دقیق بگردید دوستان که به جواب برسید که بتونید واقعا با یه جواب صحیح با این وصل سریع ما تماس بگیرید و صداتون رو بشنوم. وصل سریع یعنی الان اگه تماس بگیرید سریع وصل میشید اتاق استودیو. بنده صدای نازنینتون رو خواهم داشت و امیدوارم که با جواب صحیح هم بیاد. از همه بهترین که با جواب صحیح بیاد و جواب به بنده بگید و چه لحظه خوبیه اون لحظه که برنده مشخص بشه و خود برنده انقدر خوشحال بشه که این جایزه رو از شبکه وین دریافت میکنن. حقشون هم هست، مسلما حقشون هم هست. وقتشون رو گذاشتن، دقت کردن، از همه بهتر، بیشتر، دقیق‌تر پاسخ دادن، به جواب صحیح رسن. وقتشونه که جوابو بگن. یعنی واقعا حقشونه که این قیمت، این جوایز گیرشون بیاد و امیدوارم و مطمئنم این اتفاق میفته و خواهد افتاد. فقط کافیه که دقتتون رو بیشتر کنید و ببینید واقعا چه خواهد بود. واقعا کل این قلبا، این کل یعنی جمع، یعنی چند شکل قلب در تصویر وجود داره. همونجوری که سالشو دارید میخونید پایین صفحه چند شکل قلب در تصویر وجود داره. اینو به ما بگین و خاتمه ببینیم برنده مشخص بشه. $400 رو بیان ببرن. مبارکشون هم باشه. امیدوارم که سلام منتظرشون هم صداشون رو بشنوم. ببینم اون بیننده عزیزم کجاست که قراره بیا جواب بگه. تا الان کجاست که نیومده. منتظرشم. بله این دوربینم اینجوری که دارید میبینید انقدر آدمو چاق نشون میده، انقدر هم آدمو چاق نیستا. این دوربینش اصلا کلا اینجوریه. نمیدونم مشکل داره با ایموجیای بیچاره. ولی خب اگر میبینید من این لباسو پوشیدم انقدر گرم مثلا مثل جاکت ماننده، ولی به خاطر اینکه هوا اینجا خیلی سرد شده. من دوباره رفتم تو همون شال و کلاهی که رفته بودم گذاشته بودم اون طرف، اصلا ازش استفاده نکنم به امیدی که هوا خوب شده. نه، هوا دوباره سرد شد، بارون اومد و باد میاد و اصلا دیگه داره میره تو مایه های همون سرمایی که همیشه دیگه داره. و اینکه بله بنده مجبورم همش لباس زمستونه بپوشم تو این هوا، تو این فصل. عید اومده، بهار اومده تو ایران، الان هوا بهترین هوای دنیاست. بعد بنده باید برم جاکت بپوشم. یعنی اصلا فکر کنید چقدر ما اینجا گناه داریم ما اصلا نمیتونیم استفاده کنیم از این بهاری که میگن. فقط اسمش ما فقط میشنویم، نمیتونیم استفاده کنیم. همه که دیگه اینقدر از آب و هوای خوب نمیتونن استفاده کنن متاسفانه. ولی خوبه شما جای ما حال کنید، واقعا استفاده کنید از هوای خوبی که دارید. و اینکه بله ببینید تو این ایام تا الان که نشده، بنده تو مخصوصا تو برنامه من که تو این ایامی که اومدم مخصوصا سال جدیدم بوده تو برنامه خب چند بار فکر کنم 2-3 بار برنده داشتم. ولی خب بازم میخوام، یعنی نشه که همون اوایل عید میخواستم عیدی یکی بگیره، هنوزم میخوام عیدی بگیرید. هنوزم دنبال کسی هستم که بیاد مشخص کنه این جوایز و عیدیشو بگیره، جوایزشو بگیره. حق اون کسی هست که با دقت میگرده، واقعا با وقت تموم میگرده و این سالا رو پیدا میکنه. چرا که نه، خب مال اونشونه، مال حق اونشونه که مال حق اون بیننده است که واقعا با دقت میاد میگرده و به سوالاتی میرسه، به جواباتی میرسه. سلام دوست عزیز. سلام بفرمایید، پاسخو میشنوم. عیدتونم مبارک. عیدتون مبارک. مرسی. بله. پاسخو میشنوم جناب. بفرمایید. 40 تا دونه. جانم؟ 40 تا هم نبود، نه متاسفانه. مرسی که تماس گرفتید بیننده عزیز محترم.
تموم شد بردیم آقا جایزه رو بیا آقای درسال بیا این گوشه میز بگیریم مردم بزنیم تموم شد دیگه ممکنه برنده زنگ بزنه دقیقه پایینی آقا یه بار این شد درسته شما بودی برنامه داشتی شما بودی برنامه داشتیم ما تو آخرین پاس و آخرین شرکت کننده به آقای ترسل داخل بود همکارمون داخل بود درسته دیجی پاپایات داخل بود تو برنامه جا میکرد اون موقع آقای ترسل داخل بود آخرین شرکت کننده با جواب صحیح حاضر شد و مبلغ برنده شد 2,310,000 تومان هم الان انگیزه براتون گذاشتیم امیدوارم که بالاخره یکی از این آخرین شرکت کنندگان پاسخ صحیح برسونه وایمه اون آخرین جواب‌ها بالاخره جواب‌های تعیین کننده خواهد بود مشخص خواهد کرد که بالاخره دسترنج کار ما این همین که زحمت کشیم بالا پایین بریدیم حرص و جوش خوردیم برای مبلغ به 2,310,000 تومان رسید آیا پاسخ صحیح خواهیم داشت یا نه در پاسخ‌های آخر تعیین کننده خواهد بود لحظه پایانی آیتمی که روی تصویر می‌بینید و برنامه 12 ساعته روز یک شنبهمون دوستان بزرگوار و یک پایان برنامه آره دیگه آره شما چیکار می‌کنی آیلند آنه جنگولش چیز عوض کرد پایان برنامه همینو من دارم میگم پایان برنامه از دقایق پایانی برنامه 12 ساعته شبکه ویلو سپری میکنیم و 12 ساعته روز یک شنبه هم سپری کنیم ببینیم داستان چی میشه در مدت زمان باقی مونده آیا در لحظات پایانی بالاخره یکی از این پاسخ صحیح خواهد بود و 2,310,000 تومان تقدیمشون خواهیم کرد یا نه امیدوارم در همین لحظات پایانی برنامه صدای گرم یک نفر رو بشنویم که پاسخ صحیح رو ما برسونه 2,310,000 تومان و چرا و 2 خط ارتباطی الو سلام عرض میکنم وقتتون بخیر باشه قربان چه عددی به دست آوردید؟ الو چه عددی به دست آوردید؟ 37 تا نه متاسف دوستان بزرگوار بنده خدمتتون مرخص میشم آیتمم روی تصویر باقی میمونه برمیگردیم خدمتتون فردا با 12 ساعت دیگه روز دوشنبه رو سپری خواهیم گرفت آینه ورمی داریم؟ میخوای جواب چیز کنیم؟ جوابزو نشون بدم جوابم این بود 206 جواب نزدیک چند داشت؟ خودتون قضاوت کنیم فردا برخواهیم گشت با فرصت دوباره برای بنده شدن جوایز نقدی پکیج نوروزی روز دوشنبه بود شبتون خوش روزگار شد
نگات میکردم با عشقت سر میکردم هر وقت تنها موندم با خودم با دنیام لج کردم بدتر کردم چشماتو میبندی روی من وقتی که حرفاتو باور کردم دنیا تو تعطیل کن واسه من چند ساعت برگرد و آرومم کن بی تو قلبم شاید نرسه تا فردا کم بوده این دیوونه کاش جای من بودی منو میفهمیدی احساسم سرگرم